يجب ديتنا باشتر تلفون أخوة بزبرين. Please rotate your phone for a better view and experience. بالاخره جام زهر را جلوی چشم هوادارانش بالا کشید. علی خامنه ای بالاخره جام زهر را جلوی چشم هوادارانش بالا کشید و از امکان معامله با آمریکا حرف زد. علی خامنه ای بالاخره جام زهر را جلوی چشم هوادارانش بالا کشید و از امکان معامله با آمریکا حرف زد. آیا ایران در حال ورود به عصر تازه و متفاوتی است؟ امروز شنبه 9 بهمن 1403 28 ژانویه 2025. خانم ها آقایان، خوش آمد به چشمانداز. مهدی مهدوی آزاد روزنامه وانک زیرک و خودی دیتن و شروع سوی برنامه چشمانداز از تیوی ایران اینترنشنال ده بی آوایی که کیف خوشی را گهند که سامنه ای اره بر رژیم ایرانه چمه زهره و سوار سومینی پیش همنه ای جی دماسواد گلک دیده بر لدی داوید مینا شر ایران و عراق مجبور بو گده زهره سرسر خوادک. اما براشون فقط قدرت مهمه، براشون مهم نیست. چیزی که اونها نمیفهمن اینه که انحراف در دین، التقاط، این چیزا همینجوری شروع میشه. اینطوری میشه که بعضی از ادیان به یک فرقه تبدیل میشن. اینطوری میشه که حجت الاسلام خامنه ای که سال 1368 خودش میگفت باید خون گریست به حال ملتی که من رهبرش باشم، حجت الاسلام خامنه ای یک شبه میشه آیت الله، بعدش فوری میشه آیت الله العظما، بعدش میشه ولی فقیه زمانه، بعدش میشه رهبر مسلمانان جهان، بعدش میشه نایب امام زمان، بعدش هم تلویحاً ادعای خدایی مطرح کرد، گفت خدا از زبان من حرف میزنه و حالا ادعای بعثت میکنه و میگه این محور مقاومتی که من درست کردم یه جلوه‌ای از بعثت هست، پشت بحث‌های کلامی که آره بعثت یک نقطه نیست و یک روند و اینجور حرفا. حالا از این داستان که بگذاریم، تنها خبر مهم، تنها نکته سخنرانی امروز رهبر حکومت اسلامی به مناسبت مبعث در حضور کارگزاران حکومت این بود که او بالاخره مجبور شد مقابل چشم هوادارانش، مقابل دوربین، جام زهر مذاکره با ترامپ رو بنوشه. ترامپی که دست راست علی خامنه ای یعنی قاسم سلیمانی رو کشت و خود خامنه ای و مجتبی رو در لیست تحریما گذاشت. ترامپی که بسیاری از فرماندهان سپاه، ائمه جماعت، حتی خود همین آقای خامنه ای در وبسایتش در جای دیگه از کشتنش حرف زده بودند، رؤیای قصاص او رو در ذهنشون پرورنده بودند و گفته بودند. ترامپی که علی خامنه ای به نخست وزیر ژاپن گفت حتی این آدم لیاقت پیام دادن و پیام گرفتن رو هم نداره، اینقدر از موضع بالا حرف میزد باشه علی خامنه ای. ترامپی که یکی از مهمترین جدیترین خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی بود، حالا به طرف گفتگوی حکومت ایران تبدیل شده. و آقای خامنه ای به صراحت از گفتگو و حتی امکان معامله، دقیقاً کلمه معامله رو استفاده کرد، امکان معامله با آمریکا حرف میزنه. مهدی مهدوی آزاد باستی که کو اوره برن ایرانه چوا خلک دخپینن و گوتنن به سروپه او خپاندینی دیکن. اف دی بیج خامنه هر جاره در جنس وزیده دیکه و جی ملایی هتا خود چو و هتا سواکیره دنگ سودا. اف نیها پیشتی و همو دیروان بی ترامپ ره که هتا نیها چیجی حاله وان نهلایه دیخواز گوت بیج و دانستاندینا بیکه. مهدی مهدوی آزاد جی دی بیجه مدیزانی و دیزانین لبله اوه که هتا نیها نزانینه بیلا بیزانین. Every جیما ملایان هر بلا و سر ایشی بویه و شلکره هر پریشانی و چینه بونه تینه. می‌سودم تکرار کنه شرایط اقتصادی، انزوا، شرایط بین‌المللی، محور مقاومت، حزب الله داغون شد، همشو میدونیم. اینکه او با مذاکره موافقت کرده بود، از پزشکیان و ظریف خواسته بود وارد مذاکره بشند، در واقع جام زهر رو مدت‌ها پیش نوشیده بود، الان علنیش کرد، این رو هم مدت هاست میدونیم.